وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اما بعد، السلام عليكم محترم جماعة المسلمين، پدران مهربان، جوانان عزیز، برادران اهل اسلام، حافظان قرآن، علماء عظام. اولا از الله ذوالجلال مسئله دارم که پروردگار رب العزت این عید قربان برای یکی ما و شما که امروز آخرین روزش بود و این امروز نه فقط عید بلکه با عید جمعه و انشاءالله که عید هفته، پروردگار هر دو را برای یکی ما و شما اهل مجلس و اهل اسلام پروردگار همه را خیر و مبارک بگردانه و قدوم دوستا را در این خاندان برای اهل خاندان پروردگار خصوصا حاجی بابا قبلگاهشان پروردگار قدمشان در خاندان مبارک بگردانه و پروردگار رب العزت به شرافت این عید مبارک و این روز مبارک الله ذوالجلال و الاکرام تمام گذشتگان یکی ما و شما را که چه مقدار مدتها شد که هر روز مصیبت در تمام گوشه و کنار عالم، پروردگار به شرافت این عید مبارک و این سید الایام این بلا و این وبا را از سرتاسر کره زمین برداشته و پروردگار رب العزت فراخی ها را و ارزانی ها را و تینجی و امانی ها را خوشبختی ها را نصیب جمله امت اسلام و خصوصا اهل مجلس اهل خاندان بگردانه و الله ذوالجلال و الاکرام حاجی بابا منم یک شفای کامل و عاجل براشان نصیب گردانه. همیشه بالای سر فرزندان دعاگو بودنشان براشان پروردگار نصیب و روزی بگردانه و الله ذوالجلال و الاکرام طبق وعده های مبارک خود هرچه عید خرچی ها هدیه هایی که برای بندگان اهل ایمانش پروردگار وعده داده، پروردگار رب العزت بر همه اهل مجلس بر یکی ما و شما اهل خاندان نصیب و روزی بگردانه. برادران اهل اسلام، مجلس که خود مجلس نور، مجلس بسیار مبارک ماشاءالله، چگونه که ایشان حاجی گفتن که ختم قرآن در حق تمام گذشتگان انشاءالله که قرائت میشه در آخرین بخشیده میشه و پیشم دعا کنیم که پروردگار رب العزت ایشان حاجی نام گرفتن که به ارواح حضرت ها اکای قاری بحرالدین و بابا ایشان نجم الدین علیهم الرحمه و برای گذشتگان خداشان از طرف پدری و مادری و خسر و خوشتامن و ایجا برادرمون حاضر دارن اینا حضور آوردن برای پدری کس برای اکای حاجی محمد سعید ختم ها بخشیده میشه انشاءالله. خداوند ارواح نام گرفته ها را پروردگار همه را رحمت و مغفرت انشاءالله که اونا همین حالت حاضر همه منتظر ما و شما هستن. این خبر انشاءالله که بر عالم ارواح میرسه و اونا الک خبردار منتظر همین دعای ما و شما هستن انشاءالله. امیدوار هستیم که ارواح یکشان و هر کدامش که نام نگرفتیم از همه اهل مجلس انشاءالله که خوشحال میگردن.
از همه انشالله از اهل مجلس. خداوند متعال همون خوشبختی ها را، خوشحالی ها را پروردگار بر همه عالم ارواح و بر یک ما و شما نصیب روزی بگردانه. برادران اهل اسلام، این عید بسیار یک عید مبارک بود. این ماه بسیار یک ماه مبارک. ببینید که رسول خدا صلی الله علیه وسلم این ماه بسیار بسیار تعریف ها کردن که این ماه چنان ماه است که بهترین روزهای سال همین ماه مبارک، همین ذوالحجه، ده اول همین ماه ذوالحجه. خوش به حال نفری که این را خوب استفاده کرد. هیچ ماه را، هیچ روز را عملش گفتن نزد پروردگار به مثل همین برابر همین اجر و پاداش نداره و چی نزد پروردگار محبوبیت نداره. پروردگار هر یک عملی که انسان در همین ماه کرد بسیار بسیار او را اجر، او را پاداش او را زیاده میگردانه. پروردگار رب العزت بسیار اجر و پاداش زیاد نصیب میگردانه. حتی وقتی صحابه رضی الله عنهم سوال کردن که حتی جهاد در راه خدا یا رسول الله به این برابر شده نمیتونه، گفتن حتی جهاد برابر شده نمیتونه در راه خدا، مگر همون نفری که وقتی جهاد فرض شد و هم به نفسش هم به مالش رفت جهاد در راه خدا کرد و از جهاد نه خودش برگشت نه مالش، همین اجرش به اجر همین ماه برابر شده میتونه، دیگر نیست. لیک این عید و این بگم که فضیلت ها نه بر همه نصیب میگرده، نه بر همه نصیب میگرده، به همون نفرهایی که سزاوار همین باشن. سزاوار همین چی باشن؟ انا همین مکافات ها باشن. سزاوار همین چی؟ هدیه ها و مکافات ها و درجاتی که پروردگار نصیب کرد، اجر و پاداش نصیبی همون نفری میگره که سزاوار باشه. الله ذوالجلال بر هر کسی را وعده نداده، فقط بر نفرهایی که قیمت این چی رو میدونن، قیمت حتی که عید میدونن که عید چیه. عید به این نیست برادران اهل اسلام که امروز ببینیم که ایشون حاجی شد که از مال قربانیش بود که ما و شما را مهمان کرد. این نیست فقط که ما در روز عید برادران لباس زیبا پوشیم، لباس نو پوشیم، بریم عید گردک بگیم ما عید کردیم. وقتی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه حضرت میگه شب عید بود، همراه وزیر مالیش نشسته بودن، میگه حسابات همین بیوزن ها و یتیم ها را میگرفتن، چه مقدار برای کدامش چی لازم دادن، میگه حسابات میگرفتن. حضرت دخترکاش در آمدن گفتن یا ابانا غدا عید وليس عندنا من لبس جدید. پگاه عید ای اخی، لیکن ما شاهزاده ها همه دگانه هامون لباس های نو و زیبا گرفتن، ما پگاه به همین لباس های کندگی بگردیم؟ به همه آخه ما در لباس نو نمیگیریم. حضرت لیس العید بلبس جدید انما عید لمن یخاف یوم الوعید. عید به لباس جدید فقط عید شده نمیتونه، عید برای نفر عید هست که از یوم الوعید میترسه، آمادگی او را میبینه. الله ذوالجلال و الاکرام برای ما و شما چی میگه؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. از همون روز بترسین شما، از اون روزی که چی بازگشت شما به سوی پروردگار، در روبروی پروردگارتان استاده شما حسابات میسپارین، شما حسابات میسپارین. پروردگار ما و شما را 14 عصر پیش این آیه مبارکه را گفت که احتیاط باشین، از همون روز بترسین شما، آمادگیش ببینین شما. در جای دیگر حضرت بینه که الله ذوالجلال چی فرمود؟ سنفرغ لكم ایها الثقلان، سنفرغ لكم ایها الثقلان. پروردگار بولد هر یکی ما و شما را تهدید داره که ای بنده شما احتیاط باشین، آماده باشین که و آگاه باشین که برای هر کدام شما، خواه عالم جین، خواه تو جین باشی خواه انس باشی، برای هر کدام شما من وقت خود فارغ میکنم، با هر کدام شما یک به یک صحبت دارم، با هر کدام شما یک به یک صحبت دارم. هر کسی که آماده همین روز گرفت برای او عید شده میتونه. هر کسی که از همون روز از همین حالت ترسی او را در قلبش جا کرد که چی می شده باشه، وقتی که در دنیا از او روز ترسید، در او روز دیگر برای وی ترس نیست، برای او دیگر غم نیست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چون که در این دنیا پیشگی ترسیده بود، او ترسش تمام شد و رفت. وقتی که انسان ترسید آمادگیش میبینه، برای او دیگر و عید برای او عید میشه. به مثل حسن بصری رضی الله عنه را سوال کردن که ای ایام عندك عید یا تقی الدین، گفتن کدام روز به خودت عید میدانی، کدام روز عید بهترینی ته، عید قربان به خود دوست میداری زیادتر یا عید رمضان؟ گفت نه اینوش نه ویوش، هیچ کدامش، نه حتی که عید جمعه، هیچ کدام اینا را من به خود عید نمیدانم.
عید من نه عید رمضان، نه عید قربان، نه عید جمعه، بلکه همون الیوم الذی لا اعصی الله فیه. عید من همون روزی که در اون روز از من یگان گناه صادر نشود، هیچ گناهی نکنم. همون روز برای من عید. شاید در روز عید رمضان چه مقدار گناه میکنم، شاید در روز جمعه چه مقدار گناه میکنم، شاید در عید قربان چه مقدار گناه میکنم، لیکن این عید برای من مصیبت میشه. او روز ماتمه برای من مصیبت که من در اون روز گناه کردم. عید من همون روزی که در اون روز من هیچ گناهی نکردم، نفس خود اداره کرده تانستم، نفس خود من قبیده تانستم، اداره کرده تانستم و هیچ گناهی نکردم. اون روز برای من عیده که روز قیامت همون روز وقتی صحیفه گشاده میشه، همون روز صحیفه گناه من سفیده پاکه، نیست گناه در او. بهترین روزها، بهترین عیدها برای من اون روز میگرده. و در اون روزی که من از گناه توبه کردم، نه اینکه گناه کردم. چگونه که عایشه مادر رضی الله عنها حکایت میگن طوبى لمن وجد له في صحيفته كثير من الاستغفار. توبه یک وادی هست در جنت که بهترین وادی رو میدونی برادر، از ترمیز تا دنقره وادی حصار میگن، وادی جنت والله اعلم چی مقدار او مساحت داره، پهنی او بگیم که او درازی او چی مقداره، جز الله ذوالجلال هیچ کس نمیدونه، جز الله ذوالجلال هیچ کس نمیدونه. الله ذوالجلال ببینین ما و شما را پروردگار رب العزت برای یک حولی ما و شما در جنت چی بشارت داده است؟ وسارعوا، پروردگار رب العزت میفرماید وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله ذوالجلال چه زیبا بیان میکنه برای ما و شما، بشارت خودش میتیه. أعدت للمتقين. پروردگار میگه شتاب کنین، شما دیر نکنین، تأخیر نکنین، تنبلی نکنین، شتاب کنین به سوی چی؟ رحمت خداوندی، به سوی بخشیش گناه. شتاب کنین به سوی که پروردگار وعده داره که وقتی شما شامل رحمتش شدین، رحمتش بر شما نصیب گشت، البته مغفرت گناه می شود. گناه شما را که بخشید، بار گناه از پشت شما گرفته شد، بار گناه از پشت شما گرفته شد، شما صبوح میشین. روز قیامت پروردگار رب العزت خطاب میکنه، فرمان میبراره، امر میکنه یا عبادی جوزوا الصراط بعفوی وادخلوا الجنة برحمتی. ای بندگان اهل ایمان من بار گناه از پشت شما گرفتم و پرتافتم دور، دیگر بار گناه نیست، سبوک هستین شما، صراط شما دوان میگذارین. با ان همین مغفرتی که عفوی که بالای شما اعلان شد، شما دوان صراط گذشته میتونین. یمرون علی الصراط کالبرق، به مثل برق همین دوان گذشته میتونین. شما سرعت برق تا امروز هیچ کس چین کرده نتوانیست چه مقداره. تمام سرعت ها معلومه اینه که برق هیچ کس نمیدونه. این برق نمیگم من، رعد و برقی که ما و شما هیچ کس رسم گرفته نمیتونن، او را چین کرده نمیتونن، اما چهار سرعتاش معلوم. آزید بینه که مخبر در اخبار میبره میگه شمال از سمت غرب و شرق و فلان چند قد میوزه گفته. یا نفر ببینه که تیز رفته میگه کجای تو به 60 میری، یعنی که همین خیل در یک ساعت 60 کیلومتر طی میگنی، یعنی که معلومه سرعتها. برق تا امروز یکاد البرق یخطف ابصارهم، حتی که چشم او را انسان تماشا چشم او را کنده میگیره، هوای چین کرده نمیتونه چی مقدار سرعتش. انا همون مردم صراط هم که به مثل برق گذر کرده میتونن. پروردگار به این خاطر ما و شما را خطاب داره که شما شتاب به سوی انا همون جنت کنین که رحمت شدین، مغفرت شدین، دوان شما صراط گذشته و داخلی جنت شوین شما. اللهم ارزقنا یا رب.
اللهم ارزقنا یا رب. انا هم برای نفرهایی که چی اینجا میگم که وجود گفتیم واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، در اینجا اعدت للمتقین، برای اهل تقوایی، برای مردمی که تقوا در قلب دارن. انا همون عید براش عید میشوه، عید میشوه. عید این نیست که ما نماز عید بخوانیم و جای نماز در سر کتف پرتاییم و راست مزار بریم دعا فاتحه کنیم در مزار و بعد نمایش داده آمدن گیریم. این عید نیست. رسول خدا صلی الله علیه و انما الیوم الاحیاء گفتن امروز روز زنده های. برای چی زنده ها را خبر نمیگیری، از حالشون خبردار نیستی، نمایش میتی مزار میری. مزار رفتن، زیارت مزار سنت است از سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم که تاکید کردن امت ها را زور المقابر. مقابر یعنی که مزارها را زیارت کنین، قبرستان ها را. لیکن خود رسول خدا در روز عید نگفتن شما مزار برین. امروز اصلا روز زنده های نه اموات. زنده ها را خبر بگیرین در روز عید. وقتی قربانی میکنین و اطعموا بائس الفقیر، فقیرا را در خیش و تباراتون دارین، در همسایگی هاتون دارین، اونا را طعام بتین. رسول خدا سلام گفتن که انما اليوم اکل و شرب و صله الارحام و ذکر الله سبحانه و تعالی. روز عید روز چی؟ خوردن و نوشیدن و وصل کردن، پیوست کردن رشته های قرابت. رشته های قرابت، شاید عمه داری، خاله داری، تقا داری، عمک داری، شاید که یا فرزنداری اونا هستن ماها یا سالها شد که از حالشون خبر ندار، از دروازهشون داخل نشدی. شاید با بعضش ماها و هفته ها و سالها شد با او قهری هستی. امروز روز آشتیه، روز عوفه. عید انم عید خرچه ها در او مکانی مبارک بینه که حجاج کرام در روز نهمش نشسته. آزرم برای ما و شما دیر نشده. این در روز عرفات در دشت عرفات نشسته. وقتی حجاج کرام دست به سوی آسمان میبردارن و دعا میکنن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. وقتی دعا میکنن شاید که در اون میدان این روزها بگم عددش کم شد، شاید 100 نفر بود، شاید 1000 نفر بود، والله اعلم چه مقدار بود. لیکن هر سال هست که میلیون ها در اوج میشوند. او در روی خط گریشن میگن که امسال 3.5 میلیون حج کرد یا که 4 میلیون، و هم کدامش در روی خط بود همون را. لیکن غیر رسمی داخل شدن چه مقدار او میلیون چه نمیدانه هیچ کس، عددی او را هیچ کس نمیدانه. لیکن از همون چند میلیون و چند هزار که نباشه، شاید که یک نفر همین دعا را بکنه. الله ذوالجلال میگه به ملائکه خطاب میکنه که ببینین از تمام گوشه و کنار عالم جمع آمدن به خاطری چی؟ به خاطری که رضای مرا اونا طلب دارن، رحمتی مرا طلب دارن. شما شاهد باشین که این بندگان من همه را بخشیدم. با اونا خطاب میکنه پروردگار که همه شما کو بخشیده شدین. لیک فقط به اکتفا نمیکنه پروردگار ولی من شفاعتم فیهم. و هر کسی را مؤمن و مؤمنه، مسلم و مسلمه کی باشه نباشه، خواه زنده باشه خواه در عالم قبور در عالم ارواح باشه، پروردگار دعای او حاجی را قبول کرده، همه مؤمنین و مؤمنات میبخشه، مسلمون و مسلمات احیاء و الاموات. سخترین روز برای شیطان که میگه خاک میگیره در سر میزنه، وای بر حال من که یک سال دراز اینا را وسوسه میکنم و بیراه میکنم، پروردگار در یک ساعت اونا را برای میبخشه، تمام میکنه، پاک میشن همه. لیکن باید انسان همو حالت میشه که انا قیمت چیه ها را بدونه، انا همه چیه ها را به قدرش برسه. باید که کینه ها را از قلب دور بکنه. باید که با هر کسی که قطع کرد دوباره او رشته قرابت پیوست کنه. براش عید میشه، وگرنه براش عید نیست. این مصیبته که در روز عید با نفری قهری کنه. حتی که در مسجد ها در نمازهای عید در روزهای عید میبینی که دو نفری با یکدیگر جنگ میخورن، قهرگی ها میشوه. این براش عید نیست، این براش مصیبته. او روز به مثل چگونه که کی گفت حضرت حسن بصری رضی الله عنه که همون روزی که من گناه نکنم نزد پروردگار همونه برای من عید، همون برای من عیده. و این که در عید انسان باید بخل نداشته باشه. خداوند میگه از همین گوشت قربانی انا مردم اطراف تا خیش و تبارات در او شریک کن. 1 کیلومتر، نیم کیلومتر، هر چقدر میتونی، هر چقدر میتونی. طفلکا داری خانت میان اونا را خرسند کن، خوشحال کن. اطفال احباب الله،
طفلکا دوستای خدا هستن، دوست خدا را خوشحال کردی خداوند از تو راضی میکرده، از تو خوشحال میشه خداوند متعال.